کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل به تاریخ 19 نوامبر سال جاری با تصویب قطع نامه‌ای نسبت به نقض حقوق بشر در ایران به شدت ابراز نگرانی کرد. در حالی که توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی سرگرمی سیاسی شده است، کوبانی و ایزدی و شهروند بیگناه سوری زیر تبر تروریست‌های داعش هستند و شهروندان بیگناه در پاریس مورد حمله تروریستی این گروه قرار می‌گیرند. در حالی که جمهوری اسلامی این نظام ایدئولوژیکی بذر صدور انقلاب اسلامی را کاشت و پدرخوانده گروه‌های تروریستی شد، در ایران رکورد جهانی اعدام شکسته می شود و با کنشگران مدنی به بدترین شکل انسانی برخورد می شود. آنها را تحقیر، شکنجه و بازداشت می کنند. همچنان اکرم نقابی پس از 15 سال در به دنبال خبری از فرزندش سعید زینالی است. گوهر عشقی جویای احقاق حق فرزندش است. بهایی شهروند به حساب نمی آید. همچنان طناب اعدام ریحانه جباری برای اعدام‌های دیگری در دستان دولت خودخوانده تدبیر است و زنان همچنان نیمی از یک انسان هستند. خیابان‌ها همچنان بوی خون ندا، سهراب، ژاله، فرزاد و کیانوش‌ها را می‌دهند. اینچنین نقض حقوق بشر و سرکوب شهروندان ایرانی بیش از پیش ادامه دارد. به رغم بازداشت، شکنجه و اعدام، هم‌میهنانم شجاعانه به دور از خشونت گرد هم می آیند و خواسته های خود را که همانا لغو اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و حقوق شهروندی می باشند را مطالبه می کنند. اما جمهوری اسلامی که از هر جنبش مدنی هراس دارد، تحمل حتی این گرد همایی های به دور از خشونت را ندارد و وحشیانه کنشگران مدنی سیاسی را دستگیر و شکنجه می کند. ما نمی توانیم در برابر چنین رفتارهای غیر انسانی بی تفاوت بمانیم و سکوت کنیم. یقین دارم تا زمانی که جمهوری اسلامی بر مسند قدرت باشد و اسلام سیاسی خود را صادر کند و تروریسم را پشتیبانی کند، جهان همچنان بحرانهای امنیتی دردناکتری را به خود خواهد دید. ارزش‌های انسان محور و حقوق بشر جهانی هستند و میبایست در همه جا و با قدرت مورد دفاع قرار گیرند. با پیروزی و برقراری این ارزش‌ها در ایران است که صلح و ثبات در خاورمیانه ممکن خواهد شد. به همین دلیل من از شما می‌خواهم که در تصمیم‌گیری‌های سیاسی خود مبارزه هم‌میهنانم برای دستیابی به آزادی، گیتیگرایی و دموکراسی را در نظر بگیرید. بیش از هر زمانی سرنوشت ما به هم گره خورده است.